سلام دوستان، با شما هستم دلجوی خطلان. ویدیوی امروزه ما در باره روی خط ساختن، یعنی که روی خطی گروه را ترتیب دادن و هنگامی که همین ویدیو را ما در کانال موندیم شکل جدول ساختن شد. یعنی برادر گفتم با کدام خاطر جدول ساختن، یعنی میتونیم که در همین روی خط نیز ترتیب دهیم. سرول در بالا روی خطی گروهی 306، یعنی کدام گروهی که باشد همون گروه هم می نویسیم. خوب، بعدا تکمه اینتر رو زیر میکنیم از تبلیتسه، یا اینکه از تکمه های کلاویاتور پلوس مینوس زیر میکنیم، یعنی در اینجا رقم ها و بعدا از رقم ها نامناسب. خب نامناسب، ناحیه و رقم تلفن. در آخر پلوس را زیر میکنیم و از تکمه های کلاویاتور اینتر را. خب بعدا از تکمه تب همین را زیاد میکنیم. از اینجا باشد حجمش رو خرد و کلان میمونیم، یعنی در اینجا رقم خب بعدا رقمش هم میمونیم. خب نامناسب، یعنی شریف چه کمتر خردتر میکنیم، یعنی که شریفتی 14 مونه خوبتر است. خب نامناسب، این رو سیاه میکنیم و از اینجا چنین میبینید ژیرنی انتخاب میکنیم و در اینجا گفتیم که ناحیه، یعنی که شهر یا اینکه ناحیه. خب این رو نیز در بین جای گیر میکنیم و ژیرنی. خب رقم های تلفن، خب اینش رو هم ژیرنی میمونیم. خب آغاز میکنیم یکم. خب نویسوندیم و همین خیلی پای در پای میتونیم که نام فامیلیه را نویسیم. باشد ما شخصا نام خیلی ما نویسیم، نه که میتونیم که نام فامیلیه از کدامی که باشد نویسیم. خب ناحیه، در اینجا نیز ناحیه می آید، یعنی که ناحیه هاشون می نویسیم. بعدا رقم تلفن، خوب علاقه روی خطی ما آماده شد برادران. میتونین که همین خیل روی خط بسازین. ویدیو اگر با شما معقول شده باشد لایک مانید، در کانال ابونه شوید و فکرهای خود را در کامنتاری نویسید. ما برای شما ویدیوهای نو را پیشکش میکنیم. باقی در پناه خدا باشید.